کسیه که الله ایر نمی بخشه. فرمودن دیوس کسیه که الذی لا یبالی من دخل علی اهله، کسیه که در مقابل ناموس خود بی تفاوت. حال شما دیگه خوب یک لحظه فکر بکن. کسانی که بالآخره، زنهایی که به پارلمان میره، زنهایی که بالآخره به ولایتی میره، زنهایی که به ادارات حکومتی کار میکنه، هکذا قیاس نه شوهر ندارن، زن دیگه باید در یک مکتب و یک وقت خلط و مخلوطات خنده میآیه، مزاح میآیه، شوخی میآیه، شاید بعضی افتخار هم بکنه، بعضی افتخار هم بکنه. رسول معظم اسلام میفرمایند دیوس داخل جنت نمیشه. دیوس چی کسیه؟ کسیه که در مقابل ناموس خود بی تفاوت هست، یا این که دیوس بزرگ هست، افراد وارد خانه خود میسازه علیاذ بالله به گناه و معصیت، یا این که دیگران با ناموسش میخندن، قهقه میزنن، بی تفاوت نشسته، بی تفاوت ناموسش دست میده و هم نگاه میکنه. در شرایط کنونی خواهرانی که به ادارات حکومتی کار میکنن خیلی متوجه باشن که گرگ صفتانی در ادارات قرار دارن که در پشت اینها و دریدن و از بین بردن اینها قرار دارن. مسئله نیست بیا یک دختر مسلمان بیا به عنوان سکرتر قرار ده، دیوس پشت میز نشسته هست، از او دیوستر اور بالاخره به او اداره گذاشت. یا دختر خود را آرایش کن، آماده کن، ری کن به مؤسسات. دیوس نیست چی هست؟ یا در محافل و مجالس شوهر استاده زنی و میرقصه، با کی؟ با بچه کاکا، با بچه ماما، با فلان و فلان. اینها برادر دامادن، یک رقص خودی از اینا هم بکنه. یا عروس بالاخره در داخل عروسی، جوانا هر روز شکایت دارن از این قضایا، هر روز از این مسائل به سطوح آمدن. رسول معظم اسلام میفرمایند دیوس به جنت نمیره که خیر بوی جنت هم به مشامیون نمیخوره. طابت بجمعتكم هنا أيامي، وسرت بأشعاري لكم أقلامي. حب الضياغم عزوتي قد قربي، حتى تغلغل في دمي وعظامي. طابت بجمعتكم هنا أيامي، وسرت بأشعاري لكم أقلامي. حب الضياغم عزوتي قد قربي، حتى تغلغل في دمي وعظامي.